سلام بر همه و خوش آمدین دوباره در Conversations و Collaborations با نادیا مجیدی. امروز باز هم یکی از میمانای خیلی عزیزه با خود دارم که او دفعه به شما معرفی کردم، سارا جان. اول سارا جان خوش آمدید میگیم، بعد از این درباره برنامه امروز صحبت میکنیم. سلام سارا جان. سلام علیکم نادیا جان، تشکر بسیار زیاد از دعوتتان. تشکر که دوباره آمدی. سارا جان، ما او دفعه یک ذره آغاز کردیم درباره همین موضوع سلامت روان و درباره دیگه چیزا مثل افسردگی و اضطراب. میخواستم امروز درباره قدم‌های عملی که کسی اگر اضطراب داشته باشه یا افسردگی داشته باشه میتونن در کارهای روزمره خود انجام بدن که یک ذره خود کمک کنن. چی نظر داری؟ بسیار یک باری خوب است که درباره‌اش صحبت کنیم، به خاطر که خصوصا در جامعه مثل افغانستان و در بین افغانای ما، در کمیونیتی افغانای ما بسیار خوب است که درباره‌اش توک کنیم و مردم ما بفهمن چی کنن. بسیار خوب. سارا جان، مثل همیشه ما خوش داریم که امرای نیت های خود گپ بزنیم که مثلا نیت ما چی است در این صحبت، چی میخوایم کسی که اگر امی اپیزود برنامه رو ببینن چی به دست بیارن. خیلی نیت خودت چی است؟ نیت ما از این برنامه است که هموطنان ما بفهمن که در وقت که احساسایشان مثلا اگر دپرسد هستن یا اضطراب دارن، anxiety و depression، چی کنن و کدام طرف برون، چه قسم کمک پیدا بکنن بر خود. و میخوایم که یعنی صدای ما ایس یک هموطن برشون باشه که برشون کمک برسه. بسیار خوب. ما هم تقریبا نیت ما تو یک چیز است. من فکر میکنم شاید در افغانستان یا افغانا در خارج یک ذره دسترسی برای تراپی و دیگه چیزا نداشته باشن. از او خاطر فکر میکنم موضوع هایی که میخوایم امروز دربارش گپ بزنیم امرای خودت، موضوع ها یا قدم ها است که دیگرها اگر دسترسی به دیگه چیزها ندارن میتونن از همین چیزهای خرد و ریزه شروع کنن. پس شروع میکنیم سارا جان، افسردگی آغاز کنیم، depression. اگر کسی احساس میکنه که افسردگی داره، چی چیزهای روزمره میتونه تغییر بده که یک ذره تاثیر افسردگی در زندگی روزمرهش کمتر تاثیر داشته باشه؟ به فکر من و همیشه ما با کسایی که مثلا کمک کردیم و چطور گفتیم که وقتی شما احساس depressed یا anxiety میکنین، باید از شما که یک سایکولوژیست یا امرای مثال اگر ایجا هستن در یوکی هستن، امرای دکتر جی پی خود اول اپایمنت بکنن و برن و ببینن، به خاطر که اگر شما دکتر اول ببینین و یوازی که برین در گوگل چیزا سرچ کنین که من چی کنم یا چی نکنم، میتونه که شما امو وضعیتتان، امو سیمتومایتان بدتر شوه و دیگه فکر میکنم که اولین کار پیش دکتر مثل که گفتم. و دیگه یگان چیزای دیگه است که اگر فکر میکنین خودتون به خود کمک کردن میتونین، مثل که با یک کسی که شما سرش باور دارین صحبت کنین، مثل مادر، خواهر یا good friend or something. و دیگه جرنالینگ بسیار خوب است. من خودم هم جرنالینگ زیاد میکنم درباره روزتان یا درباره کدام هر چیز که در روزتان میشه اتفاق میفته. You can write about it. Just take notes. جرنال بکنین، در یک کتابچه مانایم است که شما نوشته بکنین که چه قسم احساس دارین و مثال یگان دفعه آدم میتونه نوشته کنه که تا دیگه سال در این واده در کجا میخواه باشن یا چی احساس میخواین داشته باشن که باز یک سال بعد یا 6 ماه بعد رو که بخوانی بفهمی که در چی حالت بودی و در چی حالت آل رسیدی. دیگه چیزای روزمره که میتونن بکنن، مثال یک ووک برن یا مثال یک سپورت کنن در خانه، یک استرچ کنن که امو چی میگن مغز خود فعال کنن، خون خود به جریان بیارن. یگان دفعه آدم کمی depressed یا sad یا استرس می باشه، کارش به بدن آدم ربط می داشته باشه. مایند و بادی بسیار کنکت دارن، کنکشن قوی دارن و اگر بدن ما خسته است، مغز ما خسته است. اگر مغز ما خسته است، 100% بدن ما خسته است. بسیار خوب. پیشتر یاد کردی که برم پیش دکتر خود، مثلا کسی که در لندن است پیش جی پی. فکر میکنم قبلا ما پشت صحنه گپ زدیم درباره دوا و جی پی ها. چی نظر داری؟ بله، درباره جی پی ها ما میخوایم بگویم که اینقدر طرفدار کارایشان که امرای منتل هلت می داشته باشن، طرفدارشان زیاد نیستم.
از من نمیگم کل GP ها هستن، اما بعضیا که وقتی که کلاینتس پیششان میرن یک چیز چون ما در لندن جی پی ها میگیم، جی پی ها یعنی دکترای فامیلی. دکتر فامیلی ها؟ اوکی فاین. اگر کلاینتس به جی پی های فامیلی خود که میرن و میگن مثلا من احساس میکنم استرس هستم یا این پرابلم دارم یا خسته احساس خودم میکنم، یعنی یگان چیزایی که بر از وان نشان میده که یا دپرسد هستن یا استرس دارن یا کدام چیزی را اذیت میکنه، به زودترین فرصت دوا میتن. من طرفدار از این کار نیستم تا که فکر میکنم یک نفر لول امو انزایتیش یا دپرشنش به اندازه باشه که و مثال از دوامدار شده و یا که امو سیمتمایشان پیشرفت کرده میره. مثال بود که نان خوردن نمیتونستن، مثال وقتا 9 ساعت خواب میکردن، حالا 4 ساعت خواب میکنن، یعنی بسیار سیمتومای قوی دارن. اوکی دن میگم که سعیسته از امون لول پایان از دوا شروع شد. اما وقتی که بسیار به یک چیز نرمال بسیار خرد که به یک دکتر میگی که من احساس خوب ندارم یا اگزم دارم یا اگزم من استرس داده یک ماه شده، ما دیدیم یعنی کسایی که هستن که دوا گرفتن و من طرفدار دوا نیستم تا که بگویم لول بالا شوه یا راستی که سیمتومای بسیار قوی باشه که دوا یعنی استفاده شده. صحیح دوا میتونه که بسیار از سیمتومایشان کم کنه، مثلا از مودشان خوش بسازه یا کمک احساس آرامش برشان بده یا احساس برشان بده که خوش باشن. اما فکر میکنم دوای منتل هلت که هست اصل بسیار دوایی هست که ادیکتیو هستن. همیشه ما گفتیم که خوب است که شما از طریق دکتر فامیلی خودم پیش میرین، باید از بگین ما تراپی میخوایم، از تراپی شروع کنین. اگر براتون کمک نکرد باز میتونین که یعنی دوا و چیزا بسیار آسان است گرفتنش. اوکی. من ام نظر هستم ولی بازم تا یک حد، چون هرچی باشه به عنوان یک فارماسیست به خصوص یک کسی که مثلا در یک دکتر سرجری کار میکنم، من این طرف دیگهشون میبینم که مثلا شماها که امیر رشته تان است مثلا منتل هلت در ای زیادتر معلومات دارن، وقت دارن و امی فوکوس دارن است. وقتی که مثلا یک دکتر فامیلی یا بیخی یک فارماسیست که یک مریض میاد یک کس میاد دیدن ما چون متاسفانه همین طریقه NHS همونجوری است که ما مثلا 10 دقیقه داریم 10 دقیقه داریم که خود از همین اول تا آخر ببینیم که یک پلان هم جور کنیم و فالو آپ هم کل چیز داشته باشیم. از اون خاطر یگان دفعه چون فکر میکنم در این وقتا کوشش میکنیم در کل که کمتر دوا فرست استپ ما باشه، ولی بازم چون دوا یک چیز است که تاثیرش آسان دیده میشه. مثلا ما میتونیم دوا بتیم یک ماه بعد دوباره ببینیم و بفهمیم اگه دوا کار کرد برات یا نکرد. از اون خاطر فکر میکنم چون یک چیز است که بسیار practical measurable است که اندازه میشه. مثلا ما یک کوشنر داریم، طریقی که ما فعلا کار میکنیم یک کوشنر دارم، سوال جواب میتی، اگر فرق میکنه که اندازه امی سکور چی است، باز اگر بلند باشه به جمع مثلا افسردگی زیاد یا بسیار زیاد، باز طریقه اول ما یا روت اول ما دوامی باشه. باز یک ماه بعد که پس میاییم میتونیم دوباره همی کوشنر برای بتیم و مقایسه کنیم که تاثیر دوا چی بود. So I think به عنوان یک فارماسیست یک ذره سخت است که من بیخی دوا را رد کنم، ولی از دید خودم میفهم که چرا این نظر داریم. و یک چیز دیگه هم است که به خصوص در لندن هرچی باشه نباشه NHS زیاد فعالیت داره و زیاد به کل ما فایده داره، ولی بازم کمبودی‌های خودم داره که مثلا فعلا بعد از کرونا و چیزا زیاد سخت است به کسانی که در NHS کار میکنن که به کلگی برسن و فشار زیاد است سر NHS. نظرهای خود درباره دوا یک سو میگذاریم. اگر ما درباره پس می چیزی که در شروع یک ذره یاد کردی روزمره جرنالینگ یاد کردی که مثلا نوشته کردن احساسات خود، این از دید من یک چیز است که بسیار فایده داره. من یک ذره راحت هستم درباره مشکلات سلامت روانی و افسردگی و اضطراب خود گپ بزنم و قبلا هم باید گفته بودم که در زمانی که در روزمره من زیاد تاثیر داشت
چیزی که من زیاد کمک کرد امی جورنالینگ بود که مثلا من اشتباه میکردم احساسات خودم امی باعث میشد که یک چند ماه بعد من میتونستم مقایسه کنم که چقدر پیشرفت کردم یا من خودم چون در یه وقتا یک ذره شبکه‌های اجتماعی رو زیادتر استفاده میکنم من یگان دفعه وزن نشته کردن یگان دفعه گپ میزدم که خود یک ذره عجیب است. من مثلا ویدیو جور میکردم که درباره احساسات خودم اون روز گپ میزدم و چیزا باز وقتی که من پس یک 6 ماه بعد چند ماه بعد میدیدم که چقدر تغییر کرده بودم. از لحاظ مثلا استراب من فکر میکنم جورنالینگ چی از طریق ویدیو از طریق نوشتن هر طریقی که به هر کس مناسب است همچنان آسان تر میسازه که آدم بفهمه که چی چیزها بر آدم همی احساس میته. خاطر فکر میکنم مشکل استراب همیست که آدم هیچ وقت یک ذره دست و پا به لرزه که میشه هیچ وقت نمیفهمه که چی باعث شده که آدم همو احساس داره. نه راست میگن. I think journaling یک چیز است که فکر آدم یک سوی دیگه میبره و in my opinion I think journaling بعد از therapy یک چیز دیگه است که امو درونی خود انسان چی میکنه you know your inner thoughts امو فکرهایی که ما داریم در درون خود اما رو بیرون میکشیم و در کتابچه نوشته میکنیم و بسیار یک چیز مهم است و خود therapy یک چیز است که مثال step by step ما مو ترسایی که در زندگی خود داریم اما را میتونیم که بسیار نزدیکتر شویم که او رو فیس کنیم و همیشه یگان بسیار جایا میشنم افغانای ما میگن که therapy چی است therapy کار نمیته مگر شما اگه یک دفعه ترای کنین therapy را حتما میفهمین که چقدر انسان کمک میکنه و چقدر مفید است که امو آرامش که مثل آدم بسیار یک احساس تو ناو میکنه یک احساس همیشه کلاینت های ما یا اینمی یک فیدبک بوده که من احساس میکنم که دلم آرام شده یا تو احساس بسیار آرامش میکنم و بسیار کام و تو دلم فقط ناو وارد شده. I don't know how to say it but I feel very empty now و چیزایی که مثال دلت خالی میکنی. یک چیزم درباره تراپی من میخواستم یاد کنم. مشکل تراپی ای است به کسانی که یک دفعه در زندگی خود امتحان کردن تراپی یک ذره گفته انگلیسی ها هیت میس است که یگان چون ربط داره به خود نفر که تراپی را انجام میده به طریقه تراپی چون تراپی یک چیز بسیار وسیع است که طریقه های مختلف است و کسی که مثلا یک دفعه امتحان کرده باشه نخوانده برشان خوششان نامده یا خود تراپیست خوششان نامده ام تو راستن تراپی ما کار نمیکنه من هیچ فایده تراپی رو نمیبینم و هیچ دیگه امتحان نکردم. من خودم شخصا تراپیست ها رو زیاد بدل کردم امرای نفرهای مختلف کار کردم طریقه های تراپی زیاد کار کردم چون این چیزا از مثل یک بوت نو پوشیدن خب آدم میره در شاید یک مثال خوبم نباشه ولی اولین چیز بود که در ذهنم آمد آدم میخواد یک جوره بوت نو بخرم خب امو جوره اول که آدم میپوشه شاید راحت نباشه شاید خوب نگه مثل که یک نفر بسیار خوش داره که با جینز یا پدلون یا با درشی باشن دیگه نفر بسیار خوش دارن با درس باشن درس در جانشان باشه یا کلاه افغانی در جانشان باشه اون یک دیفرنس کلام داره سو باید آدم یک ذره تلاش کنه که امی طریقی تراپی که با آدم بخونه امو رو پیدا کنه سو او یک چیز مهم است. اگر کسی یگان دفعه در زندگی خود تا حال امتحان کرده و خوششان نامده دوباره امتحان کنه یک طریق مختلف یک روانشناس مختلف ولی برای کلگی از دید من فکر میکنم به کلگی یک طریقه و یک تراپی مناسب می باشه. آدم به مو سانه present نگاه میکنه سعی در فکر میاری تا بسیار فکر میکنی صحبت میکنی در دای دل کل چیز میگی اما دمو سانه present هستی وقتی که او روانشناس کدش صحبت میکنی او هم فکر میکنه و همو رفتارت رو میبینه گفتارت رو میبینه the way you talk and the actions اصلا که وقتی یک کلاینت که دستای خود به یک رقم شور بده تو میفهمی کنه اون زیر تاثیر است آره ترسیده یا خوش است well of course خوش نیست اما چی احساس داره
یک چیزی که پیشتر خودت یاد کردی که مثلا در کلتور ما پیش یک روانشناس رفتن یک چیز بسیار عجیب است. من خودم شخصا دیدم زیاد در دور بر افغانا که یگان دفعه یاد کردم که شاید براتون فایده کنه اگه بریم پیش یک روانشناس. متاسفانه ما پیش روانشناس رفتن پیش ما هم یک چیز جور شده که من خو دیوانه نیستم که برم پیش یک روانشناس. و یک چیز است که یکی از امی نفرایی که پادکست هایش زیاد میشنون من نامزد شده و یک ذره راحت و آزادانه درباره رابطه خود گپ میزنم و در شروع میگفت که ما وقتی که نو همراه یکی دیگه آشنا میشدیم شروع کردیم در کاپلز تراپی. میرفتیم پیش یک روانشناس هر ما یک جا. من خودم جدا میرفتم و هم جدا میرفت باز یک جای هم میرفتیم و یگان تا این شاید یک چیز بسیار عجیب باشه و او همیشه میگفت که پیش از این که یک چیز بشکنه ما میخوایم بریم که ایره قوی تر بسازیم که دو روز نرسه که بشکنم. و ما شاید تراپی را کلا بیخی سرچپش میبینیم. ما تا وقتی که یک مشکل پیش نشد در زندگی ما و مثلا بسیار در یک جای سخت قرار نداشته باشیم نریم پیش یک روانشناس. ولی من فکر میکنم بخصوص در زندگی خودم از زمانی که روانشناسی یا پیش یک روانشناس میرم برای بهتر کردن خود یا بهتر کردن زندگی خود تا ای که یک مشکل دارم از لحاظ اضطراب و افسردگی متوجه شدم که خودم قوی تر شده میرم زندگی روزمره مام بهتر شده میره. خودت چی نظر داری درباره پیش یک روانشناس رفتن بعد از مشکل یا پیش از مشکل؟ شخصا فکر میکنم که آدم وقتی که یک خصوصا مردم ما یا everyone around us میرن تراپی بعد از یک مشکل. مگم حتی وقتی که انسان یک مشکل هم نمی داشته باشه تراپی رفتن بسیار خوب است به خاطر که از یک پیشگیری واریم چی میشه یا helpت میکنه که امو احساسایی که برات میاد یا اونمو چیزایی که میفهمی که برات میاد یا اون مشکلاتی که برات میفته اونمو رو پیشگیری میکنی که تو را جگرخون نسازه یا بفهمی که چه قسم ریاکت بکنی و اینمی تراپی میمونید که ریفلکت بکنی. به فارسی نمیفهم فکر کنی درباره فکر بکنی دربارهش که یعنی من چی کردم چی شد پیش از پیشی گپا رو بکنی نه که اما تو شوا یک ریاکشن یک عکس العمل نشان بدی که او قسم شد و بند بانی. اردویش خوب است مگم متاسفانه در افغانستان خب زیاد مردم ما نمیفهمن درباره امی روانشناسی یا درباره تراپی چقدر خوب است. صحیح است که شکر الحمدلله مسلمان هستیم و میتونیم که چیزای دینی بکنیم یعنی قرآن کریم بشنویم یا بخوانیم نماز ما رو بخوانیم یعنی در بسیاری جای قرآن شریف درباره از این منتل هلت گفته شده. خود پیغمبرای ما امی کارا رو کردن اما یگانه راهش نیستن. بسیار آرامش بر ما میتن کل چیز مگم بسیار خوب است که انسان پیش یک دکتر بره و به طریق نه تنها دینی هم کلینیکلی و باید دیده شوی. به خاطر که ما شنیدیم که زیاد کسایی پیش ملا رفتن گفتن که ببخشید مگم شما ضرورت به یک دکتر دارین نه یک ملا مثل مواری. همیشه نم قسم میگن. نه ام نظر هستم. خب فکر میکنم دوستا فهمیدن که ما خود بسیار پرو تراپی هستیم. یک ذره یاد کردی درباره چیزای دینی. خیلی بیا بریم یک ذره درباره از می بخش صحبت کنیم. چون ما زیاد یاد گرفتیم که مثلا افسردگی داری اضطراب داری میتونی از طریق رای دین حل کنی و طور که خودت گپ زدی دربارش که مثلا قرآن شریف شنیدن یا نماز خواندن. از دید دیگه چی چیزها از لحاظ دینی میتونه به کسی که افسردگی یا مشکلای روان داره کمک کنه؟ نادیا جان بسیار از دعاهاست که آدم با سادنس با جگرخونی با رقم ایموشنز ما یک دعا داریم. میتونیم اونم دعا را زیادی کنیم دعا را استفاده کنیم که بخوانیم ذکر کنیم. ذکر کردن هم بسیار خوب است. یعنی کسایی که بسیار منتل هلتشون خوب نیست شاید به دین خودم زیاد نزدیک نتونن باشن به خاطر به خود نمیتونن که برسن یا چیز شاید نمازم خواندن نتونن یا چیز مگم ذکر کردن قرآن شریف خواندن یا گوش کردنش بسیار خوب است. نه
هم نظر هستم. یک ذره یاد کردی از نماز خواندن. من یک چیز دیگه هم هست که در کلتور ما فکر میکنم گفته میشه دیگه، نماز خواندن مثل یک آذری امرایش عکس العمل داره. مثلا نماز چاشره بخواد نماز چاشره بخوان که قضا نشه این تو چیزا. و من بازم یک ذره راحتانه دربارش شبکه‌های اجتماعی گپ زدم که من شاید در سر دین خود و رابطه خودم رای خداوند زیاد کار کرده باشم و یک زمان بود که مثلا نماز نمیخواندم و اون تو چیزا، و وقتی که من یک ذره نظر خود درباره این چیزا تغییر دادم و نماز خواندن مثل یک آذری دادن دیگه نمیبینم، ولی یک طریقه که ما در انگلیسی مثلا مدیتیشن میگیم که یک طریقه که من بتانم یک رابطه بهتره بسازم امرای خداوند خود و همچنان در وقتم بتانم اعصاب خود آرام کنم، دل خود خالی کنم. این چیزها یک مثلا نماز خواندن وقت میگذارم برش و بیخی مثل یک مدیتیشن است به من. یک چیز است که پس یادت میده که پس در وجود خود باشی. یعنی گفته انگلیسی ها grounded میکنم. و یک چیز جالب هم است که مثلا یکان چیزا کلتوری که مثلا سبز لغت فکر میکنم سال نو سبز لغت میکنیم، سبز لغت و چیزا، و حالا که مثلا ما دربارش میخوانیم که چقدر فایده داره در سر سبز پایلو چرا رفتن که انسان پس امرای زمین وصل میکنه و فعالیت‌های خونه بسیار زیاد مفید است. یعنی بازم یک طریقه است که ما در خود گراوند کنیم خدا، یا یک طریق مدیتیشن هم بازم گفته میشه. دیگه چیزها مثل همین چیزها فایده داره روزمره؟ کلانترین دو چیز خواب کردن و نان خوردن. اگر ما چیزای صحی میخوریم، مثال اگر چیزای بد بخوریم، اونم چیزای مثال از چیزای فت یا چیزای که به وجود ما یا به فکر ما خوب نیست میتونیم در او را بگیریم. اگر ما مثلا چیزای صحی، من نمیگم که همیشه باید چیزای صحی بخورین، اف کورس که آدم یک چیت دی می داشته باشه که چیزی که خوش داری میتونی بخوری، اما وقتی که ما میگیریم یک مثال سبزیجات میخوریم یا یک چای صبح، بسیار مهم است چای صبح. اگر چای صبح خوب و پرفکت چای صبح باشه که ما بخوریم، اگر نان چاشتم نخوریم، دیگر یک چیز لایت بخوریم، چقدر مایند ما خوب می باشه. اگر ما چاشتم صبح بخوریم سایسته، اما چاشتم یک قوی بخوریم، شوم یک قوی بخوریم، نام خدا افغانا هم قسم است باز چیزای روغندار و همه چیز، اونمو کلش ما فکر نمی کنیم، اما در مایند ما بسیار تاثیر بد داره. یعنی می روغن، یعنی چیزای فت، یعنی چیزای شیرینی باب خصوصا. متاسفانه مثلا غذای ما امتر است، پر روغن است، چرب است، زیاد است، سبزیجات بسیار کم است، زیادش برنج و گوشت و خمیر، کلش همین چیزا. اگه فکر شده باشه انگلیسا وقتی که غذا میخورن نه، there's a small portion of rice like شاید باشه، نام خدا افغانا یک بشقاب. خود نمو خاطر ما چه قسم تیک کیر کنیم از بدن خود، از مغز خود، پورشن نان خودم کم کنیم، سلیپ خود زیاد کنیم، امی خواب کردن خودم، و دیگه we need to drink a lot of water. آب خوردن بسیار مهم است. چای وجود آدم خشک میکنه، اما آب میتونه که وجود ما رو بسیار hydrated. لازم است. اگر ما فکر کنیم وجود یک انسان 70% آب است، یعنی ما باید، چون آب ما روزمره آب استفاده میشه در وجود آدم از طریق عرق کردن، هر چیز آب بدن استفاده میشه. آب خوردن چقدر خوب است، بخاطر که we actually wash our kidneys. میفهمی چی میگم؟ این بدن ما رو ما فلاش داون میکنیم، چیزایی که خوب نیست در وجود ما که باشه. آب خوردن خودش یک چیز خوب است، اما چای خوردن سرچپش. بخی سرچپش هست. یک چیز است که مثلا کلتوری هم عادت دارن. یک ذره تغییر و فکر میکنم چون چای زیادترش اوجوش است، امی برگای چای یاد ما میره، فکر میکنم که او نوشیده میره. و دیگه نادیا جان که زیادتر از وقتا میبینم که افغانا کالچری امی دوای خود امرای چای میخوره. مادرم دوای خود کنه چای میخوره. به خاطر که فکر میکنم که در افغانستان نمیفهم که چه قسم دکترایش به چی طور یعنی اکسپلین میکنن، اما در اینجا که هست وقتی که درباره‌اش که صحبت میکنی که یک دکتر درباره یک دوای چیزه برات کلیلی میگه که امرای چای نه، مگم امرای آب یا امرای آب و جوس، خصوصا جوس اورنج.
به خاطر جوس آرنج خودش سیست ویتامین سی است. میگن که دوایتون که شما بخورین او تاثیرش زیادتر خوبتر است. دوایی که آهن خون و چیزا هست ویتامین سی بسیار مفید است. یعنی در وجود زودتر و بهتر جذب میکنه بهتر است. لن پشت قوطیش هم نشته میباشین یا آرنج جوس بخورین. ولی آرنج جوس دکانا نمیگن. مثلا آرنج جوس هم بگیرین واقعا یک آرنج نصف کنین بشپلانین. یگان دوا است که مثلا که جوس خوردن نمیشه ولی در کل فکر میکنم آسان و راحت است اگه اما دوا را امرای آب بخوره. یک انسان باید از روز 8 گلاس آب بخوره anyway. So اگر امو 8 گلاس در بینش که دوایتون بخورین شاید ایت معلوم نشه به یک انسان. and وقتا مادر جانم همیشه روز یک ترموز از صبح تا شام یعنی خوش داشت که در خانواده ما همگی هم یک ترموز چای همیشه بخوره. مگم آلی چای بخی بند کرده. یکان وقت اگه بخوره مگم امرای دوای خود آب میخورن. خب چه خوب. 8 گلاس مثلا می روز 2 لیتر میگن. خیلی ما تا حال کامیاب نشدم که چای در خانه خود بند کنم. مادرم نام خدایش یک ترموز چای در یک ساعت خلاص میکنه. در یک روز خدا چند ترموز چای میخوره. بیشتر درباره خوابیدن و چیزا صحبت کردی یک ذره کم. بیا که یک ذره بیشتر درباره خوابیدن و فایده هایش برای سلامت روان گپ بزنیم. اوکی. امی خوابیدن چقدر مهم است به یک انسان. اگر در اسه mental health هم گپ نزنیم. امی خوابیدن به خود یک انسان چقدر خوب است. که خواب وقت مگم وقت پس میخیزی. وقتی که آدم وقت میخیزه چقدر مغز آدم فعالتر میباشه. چقدر به یک انسان مفید میباشه. چقدر مغز آدم میگن وقتی آدم خواب میکنه مغز آدم فقط است که نان خورده. like انرژی می داشته باشه، قوت می داشته باشه یا full می باشه، full of energy می باشه. اما طول روز اگر شب آدم صحیح خواب نکرده باشه اما 7 to 9 hours که نرمال است به یک انسان که خواب کنه مگه اون که سنت بالا میره صحیح که کمتر میشه اما بازم اما 7 to 9 hours میگن لیستش باید 5 hours باشه به مغز انسان. اما یعنی خواب کردن وقت به تایم آدم باید یک روتین داشته باشه. اگر انسان روتین به خواب خود داشته باشه چقدر خوب است به خاطر که احساس میکنی که من اسکیجول هستم. و کسایی که مثال بسیار ناوقت خواب میکنن ناوقت میخیزن روز از پیشت میره و هممو بدنت خسته میشه و مغزت هم امروز خسته میشه. یک چیز هست که مثلا ما در جوانی نوجوانی زیاد خوشم میاد که بسیار دیر خواب شویم ما تا صبح بیدار باشیم. باز یگان تا میگن من نایت اول هستم، من فعالیت های خود در شب انجام میدم، از خاطر من باید تا صبح بشینم. این چیزایی از بسیار جالب است که ما که خرد هستیم جوان هستیم چیزایی است که بسیار علاقه‌مندی داریم. باز یک ذره سن ما که بالاتر میشه و باز در این چیزا معلومات زیادتر می داشته باشیم باز او وقت میفهمه که چقدر این چیزا با نقص داره. یا واقعا یک چیز دیگه هم هست که مثلا زمانی که ما خو میشیم طور که پیشتر گفتیم مثل غذا خوردن از مغز آدم اما زمان خو شدن زمان است که وجود در سر خود کار میکنه. از او خاطر نیاز است ما دلیلی که دوباره بیدار میشیم و ریفرش کرده تر و تازه تر می باشیم همین است که وجود در سر خود کار کرده در اون زمان چیزایی که باید خود وجود انجام بده انجام داده. یک چیز دیگه هم است که یک ذره یاد کردی درباره روتین داشتن. من زمانی که پیش یکی از روانشناسای خود رفته بودم در زمانی که فکر میکنم اضطرابم زیاد بوده وقتا و من گفت صبح که میخیزی از خواب چی میکنی؟ گفتم من 5 دقیقه پیش از کار شروع شد میخیزم چون من از خانه کار میکنم. گفتم من 5 دقیقه پیش از 9 بجه که 9 بجه من کار شروع میکنم میخیزم عاجل کنه برم دستوری خودم میشم میخیزم میشینم در سر کار. گفتم همین مشکلت است که همین زیاد در سر استرابت زیاد رول داره. وقتی که آدم نو از خواب بیدار میشه باید حداقل یک نیم ساعت اگر میتونی 1 ساعت به خودت وقت بده که مثلا وجودت آسان آستا عادت کنه در بیدار بودن و اما وقتی که صبح عجله نکنی کل روز من تو استرابتم کمتر میشه. نادیجان راست میگن به خاطر که اگه آدم یک مورنینگ روتین داشته باشین باور که امی کل چیز روزتان خوبتر پیش میره. مثال اگه آدم کار نکنه درس نخونه یا چیزه در خانه میشه باشی ناوقت خواب میکنی و ناوقت میخیزی از خواب
و چقدر یعنی چیزایی که پلان کرده بودی یک شب پیش یا یک روز پیش به مو روزت کلش از دستت میره. نه مگم روزی که وقت بیدار میشین از خواب چقدر روز ما خوبتر تیر میشه و همه چیز که با وقتش خلاص میشه و همه روز دیگر داری، کل روز دیگه هم داری که دیگه چیزا بکنی و چه یک احساس خوبی می داشته باشی. نه واقعا بسیار تاثیرگذار است. همین چیز جالب است که این چیزهای بسیار دریزه که بسیار عادی است به ما چقدر بسیار یک تاثیر کلان میتونه داشته باشه در زندگی ما. از نظر خودت دیگه کدام چیز است که کسی اگر مشکلات سلامت روان داشته باشه یا اضطراب یا افسردگی میتونه انجام بده روزمره؟ من میگم کتاب خواندن. خب جالب. به خاطر که کتاب خواندن آدم به دنیای دیگه میبره. I love reading so much. یک چیز است که ما سارا جان درباره از امی زیاد گپ میزنیم و یکی از دلیل‌ها است که ما بسیار با هم نزدیک شدیم. من عاشق کتاب خواندن. شخصا خودم وقتی که کتاب میخوانم احساس میکنم که من خودم نمو کتاب هستم یا فکر میکنم او مای گاد این در زندگی مشه و من چی میکنم. you know قصه است که آدم خود گم میکنه در مو کتاب. قصه بسیار خوب است که آدم هم خود گم میکنه در کتاب و هم تو زیاد تو فکر میکنی. خوشم زیاد فکر کردن درباره یک چیزه. sometimes من فکر میکنم I'm an overthinker در وقتی تو چیزا باز میگم نه that's not a good way to describe it. ما هم نظر هستم. من فکر میکنم صحبت کردن بسیار فایده داره ولی آدم باید احتیاط کنه که امرای کی صحبت میکنه و درباره چی. خب به خاطر که درباره چی صحبت میکنی و امی گپت یعنی به کجا میرسه یا در کجا میمانه یا به چه قسم چینج میشه. you know بسیاری ستوری ها که من شنیدم یگان کس برام قسم میکنن میگن که او ما با فلانی گپ زدم مگم گپ در اینجا رفت به اینی نفر رفت این یا درباره ما این تو چیز گفت. و یک روز راستش بگویم که من که ماما جانم صحبت میکردم و ماما جانم گفتم که ماما جان که وقتی که من خوشم آل نمی کمرای بسیار کسا یعنی در ارتباط باشم صحبت کنم زیاد درباره هر چیزی ها. من گفت بچیم I think برات خوب است اونم کتابکایی که میخوانی روز یک دو صفحه دیگه بخون اما چی نکو امرای یک نفر صحبت نکو که برای تو یک چیز نمیرسه از او که تو یاد بگیری. دربارش فکر کردم گفتم چقدر یک گپ خوب برای من زد که من دوگام درباره از این گپ به فکر انداخت. چرا من ویست کنم تایم من؟ اینو میره به خاطر به دوستان میگم که یگان کس که پرابلمای روحی و روانی می داشته باشن احساس میکنن که باید هست امرای یک کس گپ بزنن. مثل من پیشتر گفتم امرای یک کس صحبت کنین که شما سر از او باور دارین. نه امرای یک کس صحبت کنین که بر از او قصه بکنین مگم قصه شما یک چیز دیگه بگرده یا بر شما یک کمک نرسه. So talk to people که به شما فکر میکنین اونمو تراست کده سرش میتونی و گپت میتونی زده دلت بیرو کده میتونی. مچم هم نظر هستم نظر مختلف است. در هم نظر هستم که آدم باید احتیاط کرده گپ بزنه و خصوص وقتی که مثلا مشکل روانی یا مشکل شخصی است آدم لازم نیست که همراه هر کس گپ بزنه. این هم نظر. خب این هم نظر که کتاب خواندن بسیار مفید است. این هم نظر. چیز دیگه که کمتر گپ زدن به خاطر ترس از گپ تغییر کردن یا فایده به دست نآوردن این یک چیز است که کمی هم نظر هستم کمی هم نظر نیستم. مثلا پیشترم باید گفتم من یک ذره راحت تر هستم درباره مشکلات روان خود صحبت کردن و از او خاطر فکر میکنم شاید دید من مختلف باشه. من بخصوص چون شبکه‌های اجتماعی یک شبکه است که من پابلیک است خدا خودش میدونه کی میبینه کی نمیبینه. و من انتخاب کردم که یک ذره راحت تر درباره از این مشکلات خود در شبکه‌های اجتماعی نشر کنم چون فکر میکنم که سخت است آغاز کردن گپ زدن در باره مشکلات روانی سخت است و از دید من در شبکه‌های اجتماعی نشر کردن بر دیگرها راحت تر میسازه تا یک حده. من چون در شروع هم گفته بودم در سوشل میدیا جرنی خود که من وقتی که خورد بودم و همین مشکلات روانی داشتم خودم زیاد
در وقتا که در سر روزمریم تاثیر میکرد، من مثل خود یک کسی ندیده بودم در شبکه‌های اجتماعی که راحت دربارش گپ میزد. مثلا کلتورهای دیگر انگلیس ها و دیگرها برایشان بسیار یک چیز عادی بود، ولی مثلا افغان ها یا مسلمان ها که راحت تر درباره مشکلات روانی خود گپ بزنن کمتر میدیدم و از اون خاطر من همیشه احساس میکردم که تنها مستم، یعنی مشکل خود مست، هیچ کس دیگه در دنیا این احساس نداره، چرا من یک احساس دارم؟ و اگر من در اون زمانها یک ذره دیگرها رو میدیدم که اما احساسایی که من داشتم اونام نشر میکردن، شاید برایم زودتر خلاص میشد و آسانتر تحمل میکردم اون تو چیزا. از اون لحاظ من خودم انتخاب کردم که راحت تر باشم درباره از این موضوع. و یک چیز دیگه جالب که خودت گفتی که یک گپ تغییر میکنم. 100%. این مثلا خودم دیدم، خودت دیدی و شاید بیشتر دوستام هم این تجربه را داشته باشه. میفهمی نادیا جان؟ ما میخواستم بگویم که زیادتر از کلاینت های ما که راستی نمی گپشان هستن که پرابلمی که دارن، خصوصا مثال کسایی که ایژن هستن از مملکت های مثال از افغانستان و پاکستان و هندوستانیا، I don't know, culturally اینمی یک چیز هست که باید از باشه. Like این گپم دیگه گپ شد، you know، دلشان رنج میته و میگه چرا تو شد، you know، این قسم گپا. اما یک چیز نرمال است و یک چیز بسیار عادی است در این سوسایتی که ما زندگی میکنیم. که مثل یک گیم است که در گوش نفر یک ده نفر می باشه در گوش Chinese whispers خلاص میگی دو وقت آخر دیگه گپ میشه، دیگه گپ گفته میشه. تو مثال میگی که روانشناسی در وادی آخر میرسه که ماچم یک قصه دیگه. خودت گفتی که من بسیار اوپن هستم که یعنی راحت است درباره منتل هلت، درباره خود و درباره هر چیز در میدیا گپ بزنی و من گفتم که نخیر، من خوش ندارم که امروز هر کس و درباره هر چیز صحبت کنم. شخصا درباره خودم میگم و درباره کسایی که کلاینت بودن خوش ندارم، به خاطر که میگم که مثال خودت بسیار اوپن هستی، من اوپن هستم، میگم تا حد اوپن هستم. میگم که یعنی که ضرور نیست که شخصا خودم خوش ندارم که زندگی ما کلگی بفهمم یا کلاینت ما خوش دارم که اوپن باشم، میگم امروز خودم روانشناس اوپن باشه. نه من نمیگم که امروز همگی اوپن باشن، امروز کسی که باور داری اوپن باش. به خاطر که زیادتر از مریض ها و کلاینت ها که میاین یگانه رنجشان، یگانه چیزی که استرس یا دپرشنشون زیاد کرده اینه میگه پس. نه میفهمم، نظرم هستم. من طوری که پیشترم گفتم خودم راحت هستم، ولی بازم من 100% مشکلات خود نشر نمیکنم. شاید کسانی که مثلا در کل کسانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارن شاید ما 1% زندگیشم نبینیم. کسی که فعالیت داره خودش انتخاب میکنه که کدام قسمت‌های زندگی خود میخواد نشر کنه، کدام قسمت‌های زندگی خود به خود نگاه میکنه که نیاز نیست که هر کس درباره هر قسمت زیندگی از اونا بفهمم. ولی یک چیز دیگه خود گفتی، میفهمم که نیت چی است و گپ از کجا میایه و زیاد مردم هم این احساس داره، ولی یا که من در سر از این زیاد کار کردم، از اون خاطر من خودم همو احساس ندارم که زیاد مردم رنج میبینن از این که یک گپشان دیگه گپ میشن تو چیز. من اگر راست بگم این مرا نمیرنجانم، خب، و فکر میکنم با خاطر در سر زیاد کار کردم و در سر خودم زیاد کار کردم که این چیزها طوری که خودت گفتی در این سوسایتی ما ناممکن است. شاید هر کس هم تو یک تجربه شخصی خودش داشته باشه که یک گپش دیگه گپ شده باشه. از اون خاطر متاسفانه یک چیز است که ما باید قبول کنیم در زندگی روزمره امکان داره، چی از لحاظ مثلا خرد کوچک و فامیل بسیار نزدیک ما یا چی شبکه‌های اجتماعی جامعه، right؟ و چیز جالب است، من در شروع امی سفر شبکه‌های اجتماعی خود بودم یک ذره گپ زدیم دربارش که یک ویدیوی من آپلود کرده بودم که من گریان میکنم در ویدیو و مثلا میخواستم عادی تر بسازم برای افغان I think و به خود و به دیگرها یک دختر افغان چادر پوش راحت بتونه گریان کنه. یک چیز بود که خودم ندیده بودم در شبکه‌های اجتماعی، از او خاطر من نشر کرده بودم.
و سارا جان که بگیم گپ هایی که از این برآمد که دیگرای به خود کنکلوژن ها جور کرده بودن که درباره فلانی گریان میکرد یا درباره ای انتهای گپ شده گریان میکرد و ای گریان میکرد و صادقانه من خودم متاسفانه در جامعه زندگی میکنیم که یگان تا میشناسن مرا شخصا و فامیل ها رو میشناسن و از این خاطر شبکه‌های اجتماعی وقتی که من یک چیز پست میکنم میرسه به مادر جان میرسه به فامیل ها میرسه امی گپ های و ویدیو هایی که من نشون میکنم میرسه و میرسه امرای گپ های دیگه شان میرسه خب یعنی این شاید در سر مادرم تحمل امی گپ ها برایش بسیار سخت بود و دیدن امی ویدیو برایش بسیار سخت بود با خاطر دیگر رو گپ هم جور کردن نزدیک و فکر میکنم خودم راحت هستم درباره همین موضوع. من بسیار اوکی هستم درباره یک کس یک گپ درباره مجور کردن با خاطر فکر میکنم اعتماد نفسم تا یک حد گفته میشه ولی اعتبار خودم است. من در سر خود اعتبار دارم که من میفهمم که هر کس هرچی بگه با من فرق نمیکنه با خاطر من میفهم که امی گپشون درست نیست ولی میفهم که در این حد رسیدن بسیار وقت و بسیار کار گرفته با خاطر یک زمان بود که من یک گپ درباره خود میشنیدم که اگه غلط بود میرنجیدم و حالا شاید به من خنده‌دار باشه ولی سالهای سال گرفت که از رنجیدن به خنده رسیدم so I think بازم completely میفهمم که گپ خودت از کجاست و چرا همین نظر داری ولی من به می دلیلایی که توضیح دادم یک ذره نظرم تغییر میکنم. ما کلتون اگری میکنم در این گپ که گفتی که درباره زمین موضوعات و خودت گفتی مثال از اعتماد به نفستونه اما مثل که خودت گفتی چند سال پیش خودت او اعتماد به نفس نداری و بسیار از کسای دیگه هم است که امو اعتماد به نفسشان یعنی ندارن امو کانفیدنس ندارن که اینمی کارا رو بکنن یگان کس شخصا نمیتونه یگان کس کالچری نمیتونه یگان کس اعتماد به نفسش نداره یعنی کلگی یک رنگ نیست امی که آدم مثل که شما پست کردین در سوشال میدیا امی خودش یک اعتماد به نفس یعنی خود با کار است نه 100% آدم که در سوشال میدیا یک ویدیو مندازه باید که در امرای کل چیزش فول پکیج تیار باشی بخاطر سوشال میدیا یک جایی است که مثل خودت پیشتر گفتی که همه جای میره به هر کس میرسه اون ویدیو و که کامنت میگذارن یا چیزای خوب یا خراب هر چیز که به دل خود میگن باید ما به او تیار باشیم و در او فکر باشیم که doesn't matter دقیقه کسی نباشیم و بگوییم که این یک فکر یک کس است یا یک تجربه یک کس است یا امو چی سر خودشان رفته که یک کامنت کردن so آدم باید او فکرام باشه همیشه کامنت ها را به دید بعدم نبینیم و اگر مثال خوب هستن خوب اوکی مگم اگر بد هستن یا چی هستن تنها وقتی که اگر غیر از چاچاکات باشه دیگه باز اون وقت آدم و ما است و من فکر میکنم یگان تا مثلا شبکه‌های اجتماعی در کل میبینن و جنجال هایش درد نمیکنن بخاطر خودشون دو فعالیت ندارن یک چیز دیگه است که من همیشه گفتم و به خودم همیشه یادآوری میکنم که آدم یک ویدیو رو که انداخت دیگه پس کردنش وجود نداره اگه خودت هم از شبکه‌های خود دیلیت کنی هیچ فرق نمیکنه یک کس دیگه پیش خود داره یک کس دیگه رکورد کرده یک کس دیگه سیو کرده یک دفعه آدم از او خاطر باید یک ذره احتیاط کرده هر چیزی که بندازه به خاطر بخصوص وقتی که یک صفحه پابلیک باشه به خاطر سارا جان اگر بخوای نظرتون تغییر کرده باشه درباره از همون موضوع خواهی نخواهی هیچ امکان نداره که او ویدیو دیگه دیلیت شوه دیلیت میشه اف کورس ما میتونیم در صفحه های خود بریم دیلیت کنیم ولی در خود مثلا شبکه‌های اجتماعی نتورک های از اونها است کسی که اگر داشته باشه است یعنی این چیزها بازم یک ترس و یک احتیاط خودم نیاز داره و احتیاط دیگه که از لحاظ مثلا من شاید یک سال پیش نظرهایم درباره یک موضوع مختلف باشه تا امروز من باید همیشه اوکی باشم که یک نظر مختلف داشته باشم و من در سر خود کار کنم و اوکی باشم که یک سال پیش یک نظر دیگه داشتم و من در سر خود کار کردم و نظر ما تغییر کرده بازم باید آدم راحت باشه همراه تغییرات در خود امی خود سوشال میدیا که سلامت روان یک انسان بسیار یک ربط کلان داره به خاطر یگان کس که سوشال میدیا رو خوش دارن اونمو میتونن مودشون خوش بسازن ویدیو جور کنن پرتن اما کسایی که میبینن و ویدیو رو
خود فکرشون بگرده وای تو کدایی you know مثل خودت دو ویدیو که گریان کرده بودی ای چرا کرده تو یا این دختر افغان است میفهمی چی میگم هر مختلف different thoughts میره به هر کس مگم سوشال میدیا که سلامت روان ما 100% ربط داره اوه چیز جالب است که مثلا طریقه سوشال میدیا استفاده کردن نور مادر جانم God bless یک ریسپانس ویدیو جور کرده بوده یکی از ویدیوهای من right so to be honest یک چند تا ریسپانس ویدیو جور شده تا حالا درباره ویدیوهایی که جور کردم و من همیشه مادر جانم میگم که من خودم طریقی که شبکه‌های اجتماعی را استفاده میکنم برای کریتیویتی خودم است از لحاظ مثلا من خوش دارم درباره نظرهای خود گپ بزنم یا درباره هر چیز و من از یک کنسیومر تغییر کردم تا یک کریئتور از لحاظ من تنها میرم ویدیوی خود نشر میکنم میبرایم من کوشش نمیکنم که مثلا استفاده شبکه‌های اجتماعی رو کنم که ببینم دیگرها چی میکنن و چی گپاست اون تو چیزا و از اون خاطر من مثلا ریسپانس ویدیوهایی که کسان بعدم جور میکنن نمیبینم یا کامنت ها رو بسیار کم میخوانم در کل مثلا من خودم تا استفاده نمیکنم تنها برای نشر کردن نظرهای خود استفاده میکنم so I think یان فرق میکنه که ما چی طریق استفاده میکنیم بخاطر کسانی که مثلا شبکه‌های اجتماعی را برای روزمره استفاده میکنن من فکر میکنم یک تاثیر منفی داره بخاطر امی دوپامین هیت ویدیوهای کوتاه و از یک ویدیو به دیگر ویدیو رفتن از دید من یک تاثیر منفی است بخاطر که یک ویدیو هست که سر آدم بد میخوره یک ویدیو است که خوشت میاد یک ویدیو است برات مفید است که یاد میگیری ازش سو فکر کو در یک 50 ثانیه ما چند تا ایموشنز می داشته باشیم مغز ما یعنی فعالیت می داشته باشه و اون چیزا ما اگر نتانیم که برابر بسازیم بسیار سخت است very true یگانه چیز دیگه که میتونه به می سلامت روان ما زیاد کمک کنه اکسرسایز یعنی فکر کو که نه تنها مغز ما را اما بدن ما را به فعالیت جریان خون خوب و چی میگن امی تراپی بدن میکنیم ولی در شروع خودتم یاد کردی که مثلا ما یگان دفعه ذهن آدم و فکر آدم جدا میبینیم تا وجود آدم و این دو چیزا با هم بسیار ربط نزدیک هستن بله mind and body very connected کلان دارن اما مثال چیزی که در مغز ماست چیزی که در رفتار ماست فکر کن یعنی در فکر ما میایم ما اونمو رفتار پیش میبریم so اگر او رقم فکر کردن نمیتونی اما متاسفانه در افغانستان زیادتر درباره بادی فکر میکنن بدن از مغز کرده فکر میکنن مغز است که اونمو جشیشته کار خدا میکنن مگم مغز هم آدم باید به مغز آدم برسه بله من فکر میکنم کلتوری کمتر ما به ورزش خود میرسیم ولی ورزش چون فکر میکنیم ما ورزشی که میبینیم فکر میکنیم باید یک کس بره جیم یا وزن بالا کنه یا ای کنه او کنه از اون خاطر یک ذره میترسیم از امی ورزش کردن ولی ورزش هر چیز میتونه یک پیاده رفتن به جمع ورزش است و خصوص من فکر میکنم وقتی که آدم در آب و هوای تازه به خصوص اگه هفته اون باشه بیخی زیادتر فایده داره 100% خصوصا در یک جای باشی که درخت و سبزه و اون چیزا باشه چقدر خوب است که آدم از اون چیزا که در گرد برد باشه از اون که ما چی میگن breathe in کنیم چقدر بر ما خوب است چقدر تنفس کنیم چقدر بر ما مفید است سارا جان من فکر میکنم زیاد گپ زدیم درباره طریقه های مختلف که اگه کس خودش فعلا سلامت روان مشکل داره از لحاظ افسردگی یا اضطراب میتونن یگان چیزایی که امروز دربارش گپ زدیم استفاده کنن اگر یک چیز برنده از این برنامه به دست بیاره چی میخوایی که امو یک چیز باشه ما میخوایم که هموطنای ما یک چیزی که به دست بیارن است که اینمی صحبتایی که ما کردیم ازش استفاده کنن به خاطر که وقت شما مشنوین و استفاده نمیکنین این یک چیز است که مثال در تیک توک شما سکرول میکنین دربارش فکر نمیکنین مگر وقتی که یک چیز میشنوین اقلا یک دفعه به خود یعنی فکر کنین و اونمو کار اگر استفاده کنین و انجام بدین trust me یک لایف چینج بر شما میاد یک چیز زندگیتون تغییر میکنه بسیار به یک چیز رقم خوب و به خودتون مفید میباشه
و دیگه مردم زیاد فکر کنن که به هر چیز یک سوال داشته باشن. چرا اینی هست تو؟ چرا من تو احساس دارم؟ یا چرا این قسم شده؟ و یعنی که ایوازی که شما به یک کنکلوژن برسین، فیصله آخری برسین، خوب است که یعنی دربارش فکر بکنین و یعنی شما میتونید کنترلش کنین، پیشگیری بکنین و یک چیز فکر کنین که بر شما مفید باشه یا با مو فامیلی یا مو سراندین که شما میتونین که خدا نکنه امو فامیلتون کدامو احساسایتون میتونین ایموشنزشون خراب بسازین یا اگر منتل هلت شما خراب شوه، خامرای شما تنها خودتون نمیشین، امو 4 نفر دیگه که دمو خانواده هستن میتونن وام یعنی خراب شون. So شما درباره خودم باید فکر کنین، درباره دیگران فکر کنین، درباره مغزتون و بدنتون. بسیار خوب، بسیار خوب. من واقعا نمی گپای آخر خیلی خوشم آمد. فکر میکنم اگر به من یک چیز باشه که من میخوایم برنده به دست بیاره، این است که ما نیاز است که از یک جای شروع کنیم. مثلا زیادتر ما شاید آگاهی نداشته باشیم که ما چقدر مشکلات روانی داریم یا چقدر اضطراب یا افسردگی در زندگی روزمره ما تاثیرگذار است یا چقدر انتخاب‌های ما از خاطر اضطراب و افسردگی انتخاب میکنیم تا ای که واقعا همین چیزها را ما خود ما انتخاب میکنیم. و من فکر میکنم که طوری که ما سارا جان در شروع و کل اپیزود تقریبا زیاد اشاره کردیم طرف امی تراپی و فکر میکنم چیز است که آگاهی انسان به هر طریق زندگی زیادتر میسازه. آگاهی ما رو درباره هر چیز زیادتر میسازه. پس اگر تا حال تراپی رو امتحان کردین، امرای یک روانشناس رفتین گپ زدین و خوشتان آمده یا کدام فایده خاصه از او به دست ناوردین، خواهش است یا یک راهنمایی است که برین دوباره امتحان کنین، برین امرای یک شخص دیگه امتحان کنین امی تراپی را یا یک طریق مختلف. کوشش کنین که طور که سارا جانم گفت که مثلا در هر چیز یک چرا داشته باشین. یا یک چرا داشتن معنی که آدم کوشش میکنه که چی رقم خود روز به روز بهتر بسازه تا ای که قبول کنیم که من اینطور هستم زندگی، من اینطور است، ای به من اوکی است. چرا داشتن یک بانه میشه که روز به روز ما بتونیم بهتر شده بریم از هر طریق. پس امیدوار هستم که یک چند چیز مفید از طریق صحبت‌های ما و سارا جان به دست آورده باشین. باز هم تشکر، یک دنیا سپاس. تشکر از خودت سارا جان که امروز آمدی و مثل همیشه صحبت‌های خیلی شیرین و امیدوارم که به دوستا فایده داشته باشم. تشکر بسیار زیاد و امیدوارم دوباره در برنامه‌های بعدی خودتون دوباره داشته باشیم. تشکر نادیا جان، انشالله حتما.